قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
تشکر و قدردانی فراوان را داریم از قاری محترم که با صوت ملکوتی خود به مجلس ما رونق خاصی بخشیدند. دوستان، بنا به این شده که حافظ محمد عمر خمر تشریف بیاورند، ولی به علت مریضی و کسالت نتوانستند ما را همراهی کنند. همکنون در کمال آرامش تقاضا می شود از فاروق خمر برای اجرای سرود استقبال بفرمایید. ایشان را با تکبیر غرا بسم الله الرحمن الرحیم. سروده ایست در وصف پیامبر خوبی ها، پیامبر رأفت و مهربانی ها. ای رسول الله، ای رسول الله، شبم قربان چشمان شما. نیست ماه آسمان چون ماه تابان شما. ای رسول الله، ای رسول الله، منجی عالم تویی، این مبارک نامه را خاتم تویی. انبیا مشعل ز تو افروختند، انبیا مشعل ز تو افروختند و از دمت پیغمبری آموختند. اللهم صل على محمد و آل محمد. همه با صدای بلند بخونید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. ای گل عذارانم، ای نور ایمانم، از دل حزن مرا بردی. یاد در دل ما جاویدان و بپا، ای نور دل هر مومن. مصطفی یادت در دلم بویا، ای گل بویا. مصطفی یادت در دلم بویا، ای گل بویا. یا الله یا الله، یا الله یا الله، یا الله یا الله، یا الله یا الله. همه بخونید. یا الله یا الله، یا الله یا الله، یا الله یا الله، یا الله یا الله. اهریمن لرزان شد از ضوء پیغمبر
امامت مهرت ساحل هر مومن عبد پاک خدا احمد شافع ما روز دین و جزا محشر صد زبان از عشق تو شد گویا ای گل بویا صد زبان از عشق تو شد گویا ای گل بویا یا الله یا الله با صدای بلند بکنید یا الله 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 صد باغ گل یاس وفا بادان سار مصطفی بادا درود بی عدد بر شافع روز جزا اللهم صل على أحمد نبي المصطفى اللهم صل على أحمد نبي المصطفى أي گل نشانی از تو دارد مهربانی حاز تو ای تاجدار مکه ای سرمنزل مقصود ما اللهم صل على أحمد نبي المصطفى اللهم صل على أحمد نبي المصطفى بل محمد آل وأصحاب محمد سلام کمال تشکر و قدردانی فراوان را داریم از فاروق خمر که امشب ما را به صحرای یثرب بردند. خیر مقدم ویژه داریم خدمت مهمانانی که همکنون ما را همراهی می کنند در فضای مجازی. هر آن کس خدمت جانان به جان کرد، بگیتی نام خود جاودان کرد. در کمال اخلاص تقاضا می شود از پدر دلسوز معلم با خدا حضرت مولانا عبدالغنی بدری حفظه الله استقبال بفرمایید ایشان را با صلواتی بر محمد و آل و اصحاب محمد.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا سروران عزیز، حضار ارزشمند، برادران و جوانان بسیار مکرم و معزز، این لطف و احسان رب بزرگ هست، رب مهربان هست، پروردگار کریم هست که من و شما به یک مناسبت قرآنی و مناسبت ایمانی و مناسبت دینی امشب در این مسجد، در این مکان مقدس، در این عبادتگاه و سجدگاه مسلمانان جمع شدیم. دعا بفرمایید که الله تعالی این جمع شدن من و شما را و این ساعتی که اینجا من و شما میگذرانیم و سپری میکنیم به بارگاه خودش قبول بفرماید. عزیزان، مردم همه جا مناسبت های مختلفی هست که جمع میشوند، وقتشون میگذرد، وقتشون سپری میشود. 2-3 ساعت 4-5 ساعت گاهی میبینیم که به خاطر لهو، لعب، بیهودگی یا به خاطر کسب مال، به خاطر سرگرمی، به دلایل مختلفی مردم وقت میگذرانند، وقتشون را گاهی هدر میدهند وقتی که چیز بی ارزشی باشد. اما گاهی توفیقی از طرف رب یار میشه، همراه میشه که انسان ساعتی را میگذراند. در این ساعت چی میشنود، چه استفاده میکند، چه بهره میگیرد، یا کلام زیبای رب العالمین با صدای زیبایی خوانده میشه، تلاوت میشه، دلها روشن میشه، یا ذکر و یاد
رسول مهربانی، پیامبر محبت، رحمت للعالمین میشه، انسان قلبش خرسند میشه، یا ذکر اصحابش میشه، یا اینکه از خدا و از رسول گفته میشه. به هر حال این جلسه فرق دارد و این محفل با بقیه محافل فرق دارد. خوشا به حال اون انسانهایی که درک میکنند، خوشا به حال اون انسانهایی که واقعیت را میدانند، و وای به اون انسانهایی که این نوع جلسات را برای خودشون در واقع یک نوع خستگی احساس میکنند و میروند به پای چیزهای دیگه مینشینند. لذا عزیزان، مناسبتی که امشب اینجا هست اینه که به برکت کلام الله مجید تعدادی از فرزندانمون، تعدادی از نونهالان ما، تعدادی از فرزندان دختر و پسر کلام رب را خواندند و ما اینجا به خاطر رب العالمین، به خاطر اینکه تعلیم این کلام رونق بیشتری در جامعه ما داشته باشد، عشق بیشتری فرزندان ما نشان بدهند و بهتر از این کلام استقبال بشه، ما نشستیم تا از اونها تجلیل به عمل بیاوریم، تا به اونها جایزه بدیم، تا از اونها تقدیر بکنیم، تا از اونها تشکر بکنیم که فرزند دلبند، تو که کلام پروردگار من را میخوانی، تو که این مسیر را گرفتی، برای همه ما جاه داری، برای همه ما جایگاه و قدر داری، برای همه ما عزتمند و ارزشمند هستی. لذا در واقع این جلسه برای گرامی داشته کلام زیبای رب العالمین هست و در واقع اول و آخر نگاه بکنیم هدف تجلیل از کلام الله هست، هدف تجلیل از کلام پاک رب العالمین است. به نظر شما رب از این جلسه راضی نمی شود؟ بسیار خرسند میشه، بسیار راضی میشه که این بندگان من بسیاری هزینه کردن، بسیاری جایزه خریدن، بسیاری وقت گذاشتند و از صبح تا شب تا اینکه این جلسه با شکوه برگزار بشه. قطعا این جلسه دعا بکنید الله به همه ما اخلاص بده، شرط اول قبولیت این است. قطعا این جلسه مقبولی هست و اگر انشاءالله اینجا بخششی بشه، اینجا نظر رحمتی بشه، اینجا نظر لطف و مهربانی پروردگار بشه، انشاءالله شامل همه ما میشه. درود شریف بخوان. من به این مناسبت انشاءالله سعی میکنم که کوتاه، چون یه جای دیگه جلسه هم هست، اگر اونجا هم برسیم کوتاه چند جمله خدمت عزیزانم عرض بکنم. سروران عزیزان، الله عزوجل به من و شما نعمت زیاد داده، بر من و شما لطف و احسان زیاد کرده، هر نوع نعمت داده. نعمت مادی که ما میبینیم، سبحان الله، انسان غرق در نعمتهای پروردگار، روز به روز وضع بندگان خدا بهتر میشه، روز به روز میبینیم که خانه هایشون نوتر میشه، سفرهشون بهتر میشه، لباسشون نوتر میشه، کفششون و تمام ما یحتاجشون بهتر فراهم میشه. شما نگاه بکنید به 30 سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش، 100 سال پیش الله تعالی چی نعمتهایی به ما داده که انسان شب روز سجده شکر بکند، گرچه بیشتر ناشکری و ناسپاسی به زبان ماست. شب روز ما سجده شکر بکنیم کم هست، بیشتر شکوه هست، بیشتر زبان ما زبان گلایه هست، در حالی که اون اندازه که نعمت ما همیشه بنده عرض میکنم در ظرف یک ماه استفاده میکنیم، یک ماه چقدر ما نعمت استفاده میکنیم. در یک دعوتی گاهی چقدر نعمت استفاده میشه. پدران ما در یک سال، آبا و اجداد ما 100 سال پیش ما یک سال اونها نمیتونستن این همه نعمت استفاده بکنن.
الله عزوجل جمعیت را زیاد کرده، نعمت هم به وفور داده. اما عزیزان هیچ نعمتی از نعمت دین و از نعمت ایمان و از نعمت اسلام و از نعمت قرآن بالاتر نیست. این نعمت را، قدر این نعمت را انسان زمانی میفهمد که چشم از این دنیا ببندد. قدر این نعمت را انسان زمانی میفهمد در همین دنیا که سفر بکند به اون جاهایی که این نعمت را ندارند. مردم اروپا همه چیز دارند، مردم کشورهای کفر همه چیز دارند، امکانات دارند، اسلحه دارند، وسایل رفاهی دارند، تمام امکانات زندگی را با یک دکمه همه چیز برایشون فراهم میشه. با یک دکمه اصلا چیزهایی که انسان تصورش را ندارد و خوابش را نمیبیند برای اونها فراهم است. اما دین ندارند، ایمان ندارند، خدا را نمیشناسند، آخرتی ندارند، محبوبی ندارند. این پیامبری که ما به عشق این پیامبر بار بار درود میخوانیم چنین محبوب و معشوقی ندارند، امیدی به آینده ندارند، فکر میکنند اول و آخر همین دنیا هست، اعتقادی به آخرت ندارند و پریشان هستند. همین که مردم همه چیز میماند، این پاساژ، این مغازه، این باغ، این گوسفند، این منزل همه برای دیگران میمانند. هرچی میخورند در واقع زهر مار در واقع اونها میخورند. چرا؟ به خاطر اینکه احساس میکنند ما وقتی که زندگی ما تمام بشه همه چیز تمام میشه. اما ما مسلمانان ایمان به قیامت داریم، ایمان به آخرت داریم، ایمان به رب داریم. ما معتقدیم هرچی که پروردگار داده خود ما بخوریم هم نعمت پروردگار، به فقیر بدیم هم نعمت پروردگار، به مسجد و مدرسه بدیم هم باقیات صالحات ما. انشاءالله این دنیای ما هم با ایمان میگذرد، آخرت ما هم در کنار هم زیر چتر رحمت پروردگار قرار داریم. لذا ایمان اونها ندارند، پروردگار را ندارند. عزیزان تصور بکنید ما اگر مثل اونها همه چیز داشتیم و ایمان نداشتیم، این مساجد را نداشتیم، این اذان را نداشتیم، این قرآن را نداشتیم، اون وقت چی میشد؟ انسان نمیتونه تصور بکند، انسان نمیتواند فکر بکند. لذا الله عزوجل، الله تعالی به ما بزرگترین نعمتی که داده نعمت ایمان است، نعمت دین است. و این نعمت را الله تعالی در طول تاریخ بشر برای بشر فرستاده. اما بعضی از انسانها از این نعمت استفاده کردند، بعضی ها استفاده نکردند. از سیدنا آدم گرفته تا خاتم النبیین، سردار انبیا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، همه انبیا آمدند به خاطر اینکه در قلب انسانها این نعمت را، این ریشه را بکارند. اما عزیزان اگر از اول تا آخر بگیم خیلی طولانی است. قرآن همه را گفته، قرآن از آدم تعریف میکنه، از نوح تعریف میکنه، از ابراهیم، از موسی، از عیسی، انبیاء دیگر، قوم عاد، ثمود، تا اینکه به محمد صلی الله علیه و سلم رسید. زمانی که رسول الله آمدن، ببینید قبل از رسول الله وضعیت چطور بود. شما شنیدید مردم زمان قبل از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وضعیتی داشتن شبیه حیوانات، شبیه درنده ها، و بعضی وقتا از درنده ها هم بدتر. ببین میخوام عرض بکنم که ایمان وقتی که آمد و دین وقتی که آمد چگونه انسانها را ساخت، چگونه انسانها را اصلاح کرد،
چگونه انسان را انسان کرد. قبل از بعثت رسول الله خونریزی زیاد بود، کشت خون زیاد بود. بزرگترین افتخار برای یک انسان اون زمان این بود که بیشتر خونریزی بکند. اشعار عرب جاهلیت را الان هم در دسترس است، تو کتاب ها هست. الان که میخوانیم کسی میخواد پدرش را تعریف بکند، میگه پدرم اینقدر مردم کشت، پدرم اینقدر خون ریخت، اینقدر جنایت کرد، اینقدر ظلم کرد. وقتی که به جنگ میرفت فقط سرها از تن جدا میشد. این به عنوان افتخار بود. یعنی خونریزی، سفاکی، آدمکشی، ظلم، جنایت، اینها از افتخارات اون زمان بود. از نظر اخلاقی در پایین ترین سطح جامعه قرار داشتند. در حدیث شریف میاد که چندین نوع نکاح بود. نکاحی که امروز و ازدواجی که امروز ما داریم این ازدواج اسلامی هست، اما اون زمان چندین نوع نکاح بود. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها 4 نوع نکاح در صحیح بخاری نوشته که در اون زمان رواج داشت. یکی از صورتهای نکاح این بود که یک زنی بلا نسبت، ببین ارزش ها، انسان اصلا ارزش نداشت، اخلاق اصلا جایگاهی نداشت. یک زن با چند تا مرد بلا نسبت میخوابید. بعد وقتی که این زن حامله میشد میگفت که این شکم من از کدوم مرده، دست به هر مردی میگذاشت با همون نکاحش میشد، بقیه میرفتن کنار، بقیه به قول ما اوت میشدند. اصلا مثل همین حیوانات که چگونه هیچ تشخیصی نیست، به این شکل بود. از نظر اعتقاد و ایمان و باور در هر خانه یک خدا بود، در هر کوچه یک خدا بود، در هر محله یک خدا بود. یک خدای مال حضر بود، یک خدای مال سفر بود، یک خدای مال خوشی بود، یک خدای مال ناخوشی و غم بود. خانه کعبه که مرکز توحید بود، مرکز ایمان بود، مرکز یکتاپرستی بود، مرکزی بود که الله عزوجل به ابراهیم و اسماعیل دستور داده بود که انطهر بیتی للطائفین، بیت من را پاک بکنید برای کسانی که اینجا بیان طواف بکنن، از شرک پاک باشد، از نجاست پاک باشد. این خانه کعبه بزرگترین مرکز شرک قرار گرفته بود. 360 تا بت درون و بیرون خانه کعبه، هر طرف بتها بود و مجسمه ها بود. لذا عزیزان از چه نظر بگیم؟ از هر جهت در اون زمان جهالت محض بود. اخلاق، از نظر اخلاق مردم در پایین ترین جایگاه قرار داشتند. از نظر قساوت و سنگدلی، اینقدر وقتی که ایمان نباشد این دل هم سنگ میشه. دخترک کوچولو، دخترک مظلوم و نازنین بابا میکرد و بابا اون را زنده به گور میکرد. اینقدر واقعا قساوت، سختی، سنگدلی. لذا عزیزان از هر جهت بیدینی بود. هر کسی که بیشتر زور داشت بیشتر ظلم میکرد. هر کسی که قدرت داشت مال دیگری را چپاول میکرد. برای یک درگیری لفظی با یک کلمه ای که گاهی به هم دیگه میگفتند تا صدها سال جنگ بود، خونریزی بود. لذا عزیزان اسلام آمد. الله عزوجل رسول الله را که پیامبر رحمت است، این که ما میگیم رحمت فقط شعار نیست، یک حقیقتی هست. واقعا یک رحمتی بر همه مردم دنیا، بر همه سرزمین ها رحمتی از سوی خداوند بارید. نه تنها این وضعیت مال سرزمین حجاز، علامه ندوی نوشته زیاد طولانی هست، اگر بنده عرض بکنم در ایران چه وضعیت بود، در هندوستان چه وضعیت بود. بیش از 25 میلیون نوشتند خدا تو هندوستان هست. بیش از 25 میلیون خدا.
یعنی هر چیزی که عجیب بود او را عبادت میکردن. گاو چون زیاد شیر میده اون عبادت میکردن، موش را عبادت میکردن، بسیاری از حشرات را عبادت میکردن. یک انسانی به صورت عجیب وقتی که پیدا میشد میگفت این نشانه خدایی است. مثلا ما 5 انگشت داریم، اگر طفلی از مادر متولد میشد و 6 انگشت داشت او را عبادت میکردن. یک درختی مثلا 50 سال عمر میکنه، یک درختی مثلا 200 سال عمر میکرد، میگفت این نشانه خدایی توش هست، عبادت میکردن. هر چیزی را عبادت میکردن. در ایران پادشاه با دخترش ازدواج کرد در اون زمان. یعنی از هر جهت دنیا در فساد بود، دنیا نمیدونست چه کار بکند. لذا این پیامبر که آمد رحمتی برای عالمیان شد. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. عزیزان، خلاصه تعلیمات رسول الله را خدمت شما عرض بکنم. رسول الله آمد 2 کار کرد. اگر ما تمام آنچه که رسول الله برای ما به عنوان هدیه آورده، امشب میخوام اون 2 تا را بگم تا ما سعی بکنیم که زندگی خودمون را زینت بخش بکنیم با اون 2 چیز. آن حضرت صلی الله علیه وسلم در یک ارشاد فرمود بعثت معلما، مرا خداوند فرستاد، من مبعوث شدم به عنوان معلم تا به شما تعلیم بدهم. و باز فرمود بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من فرستاده شدم تا بلندی های اخلاق را تکمیل بکنم، زیبایی های اخلاقی را من بلند بکنم. ببینید علم، اولین چیز علم، اولین چیزی که پیغمبر با خودش آورد علم هست. خود رسول الله به مکتب نرفته بود، به دانشگاه نرفته بود، اما اینکه بعضی میگن بی سواد بود، امی تو قرآن آمده، معنیش بی سواد نیست، این غلطه. به مکتب نرفته بود اما سواد داشت، علم داشت. علمش را کی به او داد؟ معلمش خدا بود. الله می فرماید وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا. الله به تو یاد داد، به تو تعلیم داد. ای حبیب من، ای رسول من خدا به تو یاد دادم اون چیزی که تو نمیدانستی. پس معلمش خداوند است. منبع علم تمام ما مسلمانان رسول الله است و رسول الله علم را از کی گرفته؟ از خدا گرفته. الرحمن علم القرآن، قرآن را کی یاد داد؟ رحمان یاد داد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم گاهی جبرئیل امین وحی می آورد، میخواست زمزمه بکنه، تکرار بکنه تا فراموش نشه. الله فرمود نه، شما هیچ تکرار نکن، هیچ دست پاچه نباش، هیچ زبانت را به حرکت نیار. لا تحرک به لسانک، زبانت را حرکت نده. لتعجل به، تا که عجله بکنی. ان علینا جمعه و قرآنه، بر من خداوند است، بر ماست که این را در سینه تو جمع بکنیم، در سینه تو ذخیرش بکنیم و قرآن بر زبان تو جاریش بکنیم که قرائتش بکنیم. ثم ان علینا بیانه، بعدا اون را تفسیر بکنی، بیان بکنی، توضیح بدی، اون هم بر عهده ماست. یعنی همه چیز تو، قلب تو، قالب تو، زبان تو به دست ماست، ما او را جاری میکنیم. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم علم آورد. علم را از کی گرفت؟ مستقیما از رب العالمین گرفت. پس علمی که رسول الله برای امت خودش آورد، این هدیه پروردگار است. علمی که امشب من و شما به خاطر همین علم جمع شدیم، امشب اینجا به خاطر قرآن جمع شدیم، این هدیه پروردگار است. علم در درون ما نیست، این را باید از بیرون آورد. الله می فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم، خداوند شما را از شکم مادر بیرون کرد و شما متولد شدید. لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید، علم نداشتید، جاهل بودید. پس وقتی ما متولد شدیم علم نداشتیم، این علم را الله فرستاد. پس رسول الله این علم را آورد. اولین چیز بعثت معلما،
ما اگر میخواهیم نجات پیدا بکنیم، ما اگر میخواهیم موفق بشیم، ما میخواهیم اگر سعادتمند بشیم، ما میخواهیم در دنیا هم بدرخشیم در آخرت هم بدرخشیم، اولین چیز اینه که باید ما و فرزندان ما، دختران و پسران ما علم یاد بگیریم، بالخصوص علم دین. علم وقتی که یاد گرفتیم، فضیلت انسان با علم است. شما از علما شنیدید که وقتی که خداوند میخواست آدم را خلق بکند، به فرشته ها گفت که من آدم را پیدا میکنم. فرشته ها گفتند پروردگارا اگر برای عبادت است و تسبیح و تقدیس است، نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. خداوند فرمود نه، من چیزی میدانم شما نمیدانید. بعدا خدا میخواست که برتری و فضیلت آدم را نشان بده. به وسیله چی چیزی؟ به وسیله امتحان. در اون امتحان چی شد؟ امتحان علم شد. آدم جواب داد، فرشته ها جواب ندادن، معلوم شد آدم برتر است. پس فضیلت آدم بر فرشته ها هم به وسیله علم بود. اگر ما فضیلتی داشته باشیم به وسیله چی هست؟ علم هست. البته نه مطلق علم، علم شرطی دارد. بس عزیزان، نکته اول و هدیه اول علم است. شما در هر وضعیت زندگی میکنید، نان شب حتی اگر نداشتید که خداوند به شما رزق فراوان بده، نان شب نداشتید تحمل بکنید، ولی بچه‌تون را بدون علم تحمل نکنید. بچه بی سواد بار نیاید، بچه جاهل بار نیاید. دختر و پسر باید سعی کنید که علم بخواند. این نکته اول است. نکته دوم، اخلاق. بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. من بعضی از اخلاقیات را امشب مثال ذکر می کنم. رسول الله می فرماید من فرستاده شدم تا بلندی های اخلاق را به تکمیل برسانم. اخلاق در وجود هر انسانی هست، اما وقتی که علم نباشد اخلاق تنظیم نمیشه. علم نباشد انسان نمیدونه. مثلا یکی از اخلاقیات خوب چیه؟ صبر است. صبر یکی از اخلاقیات است. خب صبر حدش چی هست؟ آیا این که انسان اصلا گریه نکند این صبر است؟ نخیر. آیا این که انسان سنگدل باشد این صبر است؟ نخیر. آیا این که انسان بی صبری بکند، داد و فریاد بکند، گریبان را چاک بدهد، دست به عرض کنم چهره بزند و نوحه و ماتم بکند، اینم بی صبری است. صبر را حدش را رسول الله در حدیث بیان فرمود. مثلا آن حضرت در باب صبر فرمود هر کسی که نوحه بکند، ماتم بکند، گریبان خودش را چاک بدهد، چهره خودش را بزند، فرمود این از ما نیست. خب این بی صبریه. بی صبری را گفت. باز یک روزی فرزند رسول الله، فرزند دلبند رسول الله ابراهیم جان فوت کرد. وقتی که فوت کرد آن حضرت صلی الله علیه و سلم اشک ریخت. یک صحابی نشسته بود و گفت که یا رسول الله اینا چیه؟ فکر کرد این بی صبریه. ببین رسول الله اخلاق را الان با علم تطبیق میده. فرمود که این علامت رحمت. در قلب اگر رحمت نباشد اشک نمیاد. وقتی که در قلب رحمت باشد اشک سرازیر میشه. معنیش اینه که اگر کسی اشک بریزد این بی صبری نیست. بی صبری اون کلمات ناسپاسی هست، کلمات ناشکری هست، کلمات کفر هست، کلماتی هست که انسان را ناراضی می کند. اشک ریختن کلمه نیست، اشک ریختن بی صبری نیست. ببینید اونجا آن حضرت نوحه و ماتم و گریبان چاک زدن و به سر و چهره را زدن را بی صبری فرمود. اینجا اشک ریختن را چی فرمود؟ علامت رحمت فرمود. یه وقتی از یک مسلمانی حرف زدن، یک مسلمانی را گفتن که فلان شخص فوت کرده.
آن حضرت متأثر شد و اشکش جاری شد. یک کسی اینجا نشسته بود مسلمان شده بود، گفت یا رسول الله شما برای فلان فرد گریه میکنید در حالی که من چندین دخترم را در زمان جاهلیت زنده به گور کردم. میخواست از خودش تعریف بکنه. من زنده به گور کردم در حالی که اینا بابا بابا میگفتم، من اینا را تو قبر انداختم و خاک ریختم روش. آن حضرت فرمود در درون تو دل هست یا سنگ است؟ اینجا قلب وجود داری یا سنگه؟ ببینید عزیزان، پس این هست علم رسول الله که دارد اخلاقیات را متوازن می کند. یا مثلا یکی دیگر از اخلاقیات چی است؟ تواضع هست. تواضع یعنی فروتنی کردن. ضد تواضع چیه؟ تکبر است. خب این تکبر اینه که قرآن مشخص کرده، علم قرآن که روی زمین مغرور نباش، فخر نکن، خودت را از دیگران بزرگ نشمار. اما تواضع اون است که لوجه الله باشد، به خاطر رضای خدا باشد. در مقابل دشمن و کافر نه، در مقابل کافر دست ببندیم هر چی شما بفرمایید، این تواضع نیست. این اسلام به ما نشان میده. یا اگر به خاطر رضای خدا نباشد، به خاطر طمع باشد، به خاطر پول باشد، یک شخصیت بزرگ مادی را، اقتصادی را، یک امیر دنیوی را دست میبندیم، این تواضع نیست، این تملق است، این چاپلوسی است. چون به خاطر خدا. ببین این حد و حدود را کی مشخص میکند؟ این را علم مشخص میکند، این را قرآن مشخص میکند، این را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مشخص میکند. پس جوان، اسلام آمده، رسول الله آمده که در میان ما دو چیز به کمال برسد. یکی از نظر علمی ما به کمال برسیم، یکی از نظر اخلاقی به کمال برسیم. الان بریم به قرآن ببینیم، به قرآن که صحابه وقتی که به کمال رسیدن، قرآن از اونها چطور تعریف می کند. قبل از اسلام ببین تعلیم آن حضرت صلی الله علیه و سلم چه تأثیری داشت. قبل از اسلام هر کسی، عرض کردم، زور بیشتر داشت، هر کسی قدرت بیشتر داشت، مال او بود، مال دیگری را چپاول میکرد، گوسفندان را بالا میکشید، هر چی که داشت جوابش میکرد. اما بعد از اسلام ایثار بود، از خود گذشتگی بود. صحابه چنان از خود اخلاق نشان دادن که هر کسی میدید میگفت اینا فرشته هستند، اینا اصلا انسان نیستن، بشر نیستن، اینا از بشر بالاتر، اینا فرشته هستند. از بس که تواضع، از بس که محبت، از بس که احترام بود، از بس که با همدیگه محبت میکردند. اون زمان خبری از مهمان نوازی نبود، خبری از رأفت نبود، خبری از رحمت نبود، خبری از محبت نبود. اما بعد از اینکه رسول الله آمد و اخلاقیات را تعلیم داد، آموزش داد، یک مهمان برای رسول الله میاد، هیچی تو خونه ها نیست، خود رسول الله هم چیزی تو خونهش نداره، میگه من امشب مهمان دارم، این مهمان را کی میبرد خونه خودش پذیرایی میکنن؟ یک صحابی میگه یا رسول الله من میبرم، این مهمان را میبرد خانهش. این احادیث را شما شنیدید. میخوام بگم ببینی اخلاقات چقدر عوض شد. میگه یا رسول الله من این را خانه میبرم. اونجا به همسرش میگه چی داریم؟ میگه غذای مختصری برای بچه هاست. میگه بچه ها را لالایی کن بخوابان بدون غذا، مهمان رسول الله هست، ما باید بالاخره از خودمون بگذاریم و از شکم مهمان را سیر بکنیم. بچه ها را میخوابونند و بعد وقت غذا و وقت شام، چون مهمان غذا به اندازه یک نفر است، میگه چراغ را خاموش کن، گویا نفت چراغ و روغن چراغ تمام شد. بعد این صاحب خانه فقط دست تکان میدهد، فقط ادای خوردن را انجام میدن. مهمان میخورد، سیر میشه. صبح آیه نازل میشه یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینها انسانها چنان تربیت شدند، این شاگردهای شمع نبوت چنان تربیت شدند که دیگران را بر خود ترجیح میدهند
گرچه خودشون نیاز داشته باشن. یک کله پاچه، یک غذای معمولی 7 خانه میره دور میزنه، بر میگرده به خانه اول. این میگه اون همسایه از من مستحق تر است، اون میگه اون همسایه از من مستحق تر است. و چنان همدردی هست، چنان مواسات هست. یک جرعه آب و لیوانی کوچک آب، این شهید به اون تعارف میکنه، اون به اون تعارف میکنه، 3 تا به هم دیگه تعارف میکنن، هر 3 تا جان میدهن، شربت شهادت می نوشن، به آب نمیرسن. این هست یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. عزیزان من میخوام بگم آیا همین اخلاق امروز در میان ما هست؟ آیا همین تربیت در میان ما هست؟ آیا ما خبر داریم همسایه ما چه وضعیتی دارد؟ آیا ما که مثلا هر شب بهترین غذا را خداوند به ما عنایت کرده، فرزند ما کیف مدرسهش، کفش مدرسهش، همه چیزش تکمیله، آیا از وضعیت اون یتیم خبر داریم؟ آیا از وضعیت اون بیوزن که بچه‌هاش را چطور میخواباند و چطور راضی میکند خبر داریم؟ آیا در این شبهای سرد زمستانی میدونیم که اونجا چه وضعیت است؟ در خانه ما همه چیز فراهم است. این اخلاق را و این انسانیت را و این رحمت و محبت را رسول الله صلی الله علیه و سلم به ارمغان آوردن. یه چیزی دیگه میخوام عرض بکنم. زمانی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم آمد، یک مبارزه شروع شد. نه زمان رسول الله، هر پیامبری که آمد مبارزه چی بود؟ مبارزه ایمان بود با مبارزه بی ایمانی و مادیت. درود شریف بخوانید. آن حضرت صلی الله علیه وسلم ایمان آورد. ایمان چه چیزی را تبلیغ می کند؟ ایمان طاعت و عبادت را، ایمان زکات را، زکات یعنی همدردی، صدقات یعنی همدردی، یعنی هرچی خدا داده فقط خودت نخور، به فکر فقرا هم باش. هرچی خدا داده مال تو نیست. الله می فرماد و مما رزقناهم ينفقون، اون چی که ما به شما رزق دادیم خرج می کنند. خرج بکنید. انفقوا مما رزقناکم، تو از کجا آوردی مال را؟ تو که آقای میلیاردر هستی، من به تو دادم، من رب دادم، از اون خرج کن. بس ببین اینا تعلیم ایمان هستند. ایمان یعنی جلوی خداوند طاعت و عبادت. ایمان یعنی صدقه دادن. ایمان یعنی اینکه وقتی که معامله میکنی با برادر مسلمان کلاهبرداری نکن. ایمان یعنی وقتی که کاری داری رشوه نگیر، رشوه نده. ایمان یعنی کسی که نیاز دارد قرض بهش بده، رباخاری نکن، روی قرض بالا نکش، به خاطر 1 ماه تأخیر 10 میلیون تومان بالا نکش. اینا تمام دستورات ایمان هستند. ایمان یعنی حیا، خواهران هم هستند. ایمان یعنی حجاب، ایمان یعنی عفت، ایمان یعنی پاکی. تمام دستورات قرآن اینا ایمان هستند. ایمان به این چیزها. آیا ببینید این چیزی که رسول الله ارمغان آورده، رسول الله به عنوان هدیه آورده، آیا هنوز در میان ما هست؟ آیا همین محبت، آیا تو جامعه هیچ نوع کلاهبرداری نیست؟ آیا هیچ نوع ربایی نیست؟ رشوه‌خواری نیست؟ اگر اینا نیست که مبارکه، ما خوب از ایمان استقبال کردیم. هیچ نوع ظلمی نیست، هیچ همسایه از دست همسایه در آزار نیست، هیچ بیهجابی وجود نداره، هیچ شراب و مشروبی وجود نداره، هیچ قماری و مواد مخدری وجود نداره. ایمان آمد با همینها، با همین فسادها مبارزه بکنه. اما عزیزان، جوانان، میخوام امشب یک نکته یکی از عزیزان یادآوری کرد، میخوام اون یادآوری بکنم که امروز همون مبارزه‌ای که دشمنان با ایمان میکردن، اونا چه مبارزه‌ای کردند؟ همون مبارزه را پسر و دختر مسلمان داره میکنه با ایمان و با اسلام، ولی خبر نداره. اونها سعی کردن در مقابل ایمانیات بیبندوباری باشد، در مقابل ایمانیات فحشا باشد، در مقابل ایمانیات مادیات باشد. میخواستن به وسیله مادیات مسلمانان را
فریب بدهند. معروف است در فتح بیت المقدس وقتی که مسلمانان میخواستن بیت المقدس را فتح بکنند در زمان خلیفه دوم امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، در اون زمان مسیحیان دیگه چاره‌ای نداشتن، میخواستن شکست بخورند. شرط گذاشتن، گفتند امیر المؤمنین خودش بیاد کلید را از ما تحویل بگیره، ما کلید را میدیم. امیر مسلمانان قبول کرد. مسلمانان تو سنگرهایشون بودند، قاصد فرستادن امیر المؤمنین عمر فاروق از مدینه حرکت بکنند. این سفر 1 ماه تا 40 روز طول کشید. تا این 1 ماه و 40 روز مسلمانان فقط قرارداد بستن، روزانه میرفتن 5 وقت نمازشون را تو مسجد میخواندن، مسجد الاقصی، برمیگشتن به همون جاهای خودشون، خیمه ها و سنگرها. آخر ملاهای مسیحی گفتن این مسلمانان چنان قدرتی دارن که هیچ کس جلو اینها نمیتونه بیسته. اینا ایمان دارن، اینا غیرت دارن، اینها مردن را برای خودشون افتخار میدونن، اینها شهادت را بزرگترین آرزوی خودشون دارند. تنها چیزی که میتونه اینها را شکست بده این قدرت را ازشون بگیرید، معنویت را ازشون بگیرید، دین را ازشون بگیرید، ایمان را ازشون بگیرید. چیکار بکنید؟ گفت از فردا به بعد که اینها وقتی که میآیند شما جلوی اینها زنهایتون را بفرستید، دخترانتون را عریان بفرستید تا اینها شاید به طمع اینها به طمع اینها از اون اهداف بلند پایه‌ای که دارن عقب نشینی بکنن، شاید گرفتار شهوات بشن، شاید گرفتار لذات بشن، شاید گرفتار همین مادیات بشن. تا اون وقت میتونی شکستشون بدهید. اما وقتی که روز بعد مسلمانان میخواستن برند، متوجه شدن همه مسیر زنهای عریان و لخت هست. فوراً امیر مسلمان یک تذکر داد، گفت ببینید جوانان مجاهد، مسلمانان، اونی که جمال جهان آرای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیده، اون به سمت سوی دیگه نگاه نکند، اون جای دیگه چیز دیگه تماشا نکند. متوجه شدند که چه دامی برای اونها پهن شده، چه مکری و چه توطئه‌ای برای اونها هست. بالاخره وقتی که این مسلمانان رفتند، چنان سرهایشون پایین بود که مسیحیان خودشون را کشتند، هیچ نتیجه ای نگرفتند. اون زمان مسلمان پاک بود، چون ایمان در دل موج میزد، حب الله و حب رسول الله و عشق به کلام الله در دل بود. اما عزیزان امروز همون طوره. امروز که کفار مسلمانان را یک مقداری از دین و ایمان و مسجد و قرآن دور کردن به وسیله همون توطئه‌ای که اون زمان پدرانشون کردن. آدامسی برای ما میاد، عکس یک زن لخت توش هست. شکلاتی بچه ما میگیره، توش عکس هست. صابونی میاد، شامپوی میاد، عکس یک زن برهنه‌ای هست. اینا چرا هست؟ چرا عکس مرد نیست؟ مگه مرد مو ندارد؟ هر کریمی میاد، ببین اینا تمام توطئه هست، تا که بالاخره این چشمها، این قلبها محبت اینها را ببیند. و مصیبت بزرگتر از این اینه که امروز فرزند مسلمان، جوان مسلمان، دختر مسلمان، پسر مسلمان به خاطر بازارگرمی خودشون همون کار را دارن میکنن، دارن بی‌حیایی را، فحشا را، فساد را در جامعه رواج میدن. یک کسی میخواد لباس خودش را بفروشد، این لباس را به تن یک زن بلا نسبت زیبایی میده و عکسش را تو این فضای مجازی به معرض نمایش میگذاره، کلیپی براش درست میکنه. فروشگاه میخواهد که جنسش را بفروشد، به وسیله نمایش دادن یک زن بلا نسبت زیبایی که همه جوانان ببینند و لذت ببرند، به این صورت میخوان تبلیغات بکنند. آیا این با اون چیزی که پیغمبر ما، پیغمبر محبت به ارمغان آورده، در قرآن کریم الله بیان فرموده، آیا با اون در تضاد و در تناقض نیست؟ 100% است. الله عزوجل
به زنهای مسلمان میگه و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، شما در خانه هایتون بمانید و خودتون را به نمایش نگذارید مثل جاهلیت اولا، زینتتون را به نمایش نگذارید، بی حجاب نباشید، بی حیا نباشید. اما زن مسلمان می آید عکس خودش را، فیلم خودش را، کلیپ خودش را، بلا نسبت آرایش خودش را به معرض نمایش می گذارد و به همگان نشان میده. این در واقع دانسته یا نادانسته با این آیه قرآن داره مبارزه میکنه. قرآن میگه حجاب، این میگه بی حجابی. قرآن میگه حیا، این میگه بی حیایی. قرآن میگه غیرت، این داره تبلیغ بی غیرتی میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر یک تکه پارچه، به خاطر یک جنس بی ارزش. آیا اینقدر ارزش دارد که جوان مسلمان به خاطر درآمد، مگر خداوند از راه دیگه درآمد نمیده که ما بیایم درآمد از طریق چنین کلیپ های مبتذلی که آیات قرآن مجید با اینها در تضاد هست، این چه مسلمانی هست؟ فردا این مسلمان، این پسر مسلمان، این دختر مسلمان چطور میخواد در محضر رسول الله حاضر بشه؟ چطور میخواد در محضر رب العالمین که رب این کلام را فرستاده، این دین را فرستاده، ایمان را فرستاده که من و شما دنیا و آخرت خودمون را اصلاح بکنیم و بسازیم، چطور ما میخواهیم در محضر رب حاضر بشیم؟ چه جوابی داریم؟ چه پاسخی داریم؟ چه توجیهی داریم برای این کار خودمون که بگیم خدایا من میخواستم از این طریق درآمد بکنم؟ لذا عزیزان، این مادیات چیزهایی بودند که به وسیله همینها میخواستن جلوی دعوت رسول الله را بگیرن. مگر شما نشنیدید از علما، از برادران دعوت و تبلیغ در همین فضائل اعمال، کتابهای دیگر که مشرکین چه پیشنهادهایی دادند؟ به خاطر اینکه رسول الله دست از مسیر ایمان بردارد به آن حضرت پیشنهاد دادن شما چه میخوایی؟ اصلا شما مال میخوایی؟ هر چی مال میخوایی ما به تو میدیم. شما دختر میخوای؟ بهترین دختران عرب در اختیار تو. دختری هر کسی رو میخوایی عقد کن، ازدواج کن، فقط اشاره کن. شما سرداری میخوای؟ از این به بعد تو سردار ما، تو آقای ما باش. همه چیز را پیشنهاد دادند. اما آن حضرت صلی الله علیه وسلم چه جوابی داد؟ به قول علمای ما، دعوتگران ما، آن حضرت جوابی که داد از طرف خودش نداد، از طرف یک امت داد، از طرف همه ما داد. آن حضرت فرمود که اگر خورشید را به دست راست من بگذارید و ماه را به دست چپ من بگذارید، من از این مسیر عقب نشینی نمی کنم. لذا چی شده که امروز ما به خاطر همون پیشنهاداتی که به رسول الله دادند، به خاطر مادیت، به خاطر پول، به خاطر چیزهای بی ارزش، به خاطر شهوت، به خاطر لذت، به خاطر چه مسائلی که ذکرشون را در مسجد مناسب نمیدانم، ما بیاییم و در مقابل قرآن قرار بدیم. لذا جوان مسلمان به هوش باش، با غیرت باش، با ایمان باش. این ارمغانی که نبی من و تو صلی الله علیه و سلم برای من و شما آورده، برای این هست که ما چشممون باز بشه، ما علم حاصل بکنیم، ما اخلاقمون درست بشه، ما دینمون درست بشه، دنیایمون درست بشه. الله عزوجل در هر دو دنیا ما را بدرخشاند. ببینید صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین کاملا اطاعت کردن، به کجا رسیدن. من یک آیه خواندم که این آیه استخلاف معروف است. الله تعالی می فرماید وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. همین آیه را ترجمه می کنم. ببینید فواید ایمان را، که اگر کسی واقعا 100% بر مسیر ایمان باشد، بر مسیر قرآن باشد،
بر مسیر عمل صالح باشد به کجا میرسد؟ ما اگر امروز اینطور در بدر هستیم، امروز اینقدر سرگردان هستیم، ما از اصل اون مسیر فاصله داریم. شاگردان مکتب آن حضرت صلی الله علیه و سلم در این مسیر بودند. ببینید آیا همین وعده‌ای که خدا در این آیه فرموده، این وعده محقق شد؟ این وعده عملی شد؟ صحابه ابتدا یک جماعت اندک بودند، جای پناهی نداشتند. ابتدا 12 نفر بودند، در دار ارقم به صورت قاچاقی می رفتند خدمت آن حضرت تعلیم می گرفتند. بعدا هی حضرت ابوبکر صدیق با 40,000 درهم که اون زمان خیلی زیاد بود، غلام ها را آزاد کردن، اینا که مسلمان می شدن، هی جمعیت مسلمانان زیاد می شدن. ابوبکر صدیق این ستون بزرگ دین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، این صدیقین امت، این کسی که الله تعالی عثمان ابن عفان، سعد ابن ابی وقاص، عثمان ابن مظعون و داهای دیگر را به وسیله اون مسلمان کرد، این شب روز در کنار رسول الله، بازوی رسول الله بود، هی اضافه می شدن. آخر جایی نبود، مشرکین اذیتشون می کردن. گفتم برین حبشه. حبشه در آفریقاست، اتیوپی امروز. اونجا رفتن هجرت کردن، خیلی دور بود. آخر مردم مدینه جایی نداشتند. مردم مدینه گفتن شما بیاید اینجا، ما به شما جا میدیم. اما این هر خدا وعده کرد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعده کرده خداوند اونهایی که ایمان بیاورن به شما، ایمان درست، نه ایمان پوشالی مثل ایمان من شما، نه ایمانی که ایمان داریم ولی رشوه‌خواریم، ایمان داریم رباخواریم، ایمان داریم بی حجابیم، ایمان داریم بی نمازیم، ایمان داریم دروغ میگیم، ایمان داریم خلاف میکنیم، ایمان داریم هر کس از دست ما اذیت و آزار میبینه. این ایمان نه، ایمان واقعی، ایمانی که قرآن میگه، ایمانی که این اخلاقیات توش باشه، ایمانی که انسان را اصلاح بکند، ایمانی که انسان را فرشته صفت بکند، ایمانی که انسان را زیبا بکند، ظاهر و باطن را. لذا بعد از ایمان شرط عمل صالح است. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. کسانی که ایمان بیاورند از شما و عمل صالح انجام بدند. لیستخلفنهم فی الارض. الله می فرماید که من قسم به ذاتم میخورم. بعضی این را به معنی قسم کردن، علما میدانن لام تاکید، نون تاکید به معنی قسم است. قسم به ذاتم که اینها را خلافت میدم در زمین. خداوند عزوجل خلافت داد یا نداد؟ عرض میکنم چطور خلافت داد. لیستخلفنهم فی الارض ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم. الله وعده دوم اینه که دین انها را، دینی که من برای اونها پسندیدم، این دین را قدرت میدم. وعده سوم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. این خوف و خطری که دارن، هر جا دشمن اینها را اذیت میکنه، این خوف تبدیل به امنیت میشه. الان ببینید صحابه عمل کردند، صحابه پیام رسول الله را درست دریافت کردند، کاملا پایبند شدند. الله خلافت داد. چطور خلافت داد؟ که بعد از آن حضرت صلی الله علیه و سلم فتوحات شروع شد. اینهایی که جایی نداشتند، پناهگاهی نداشتند. البته در همون زمان رسول الله مکه فتح شد، طائف فتح شد، حنین فتح شد، بخشی از یمن فتح شد. بعد از وفات رسول الله ادامه یافت. در زمان ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین. ببینید تا کجا رفت. مصر فتح شد، شام سوریه امروز فتح شد، اردن و فلسطین فتح شد، ایران فتح شد، بزرگترین ابرقدرت جهان متلاشی شد، روم بزرگترین قدرت متلاشی شد. گستره اسلام تا کابل رسید، تا سند رسید، تا چین رسید. تمام دنیا آمد زیر چتر اسلام قرار. این مگر همون 12 نفر نبودند که در دار ارقم قاچاقی کار میکردند؟ ببینید وقتی که به ایمان عمل کردند،
خدا که وعده داد چطور این دین را به همه عالم پخش کرد. امروز دین اسلام بزرگترین دین جهان است، بزرگترین دین دنیاست. این دین به وسیله چی پخش شد؟ به وسیله شمشیر. اینا که قدرتی نداشتند، اینا خودشون مظلوم بودند، اینا را هر روز دشمن محاصره میکرد. یک روز خندق بود، یک روز بدر بود، یک روز احد بود، هر روز اینا تو محاصره بودن، در تنگنا بودن. اینا که به اینجا رسیدن عزیزان به خاطر ایمان و فضائل ایمانی و علم و اخلاقیاتی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم می فرماید بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. بسیاری از کشورها مثل کشورهایی که امروز بزرگترین جمعیت مسلمانان را دارند، بزرگترین جمعیت مسلمانان امروز در کشور اندونزی است و مالزی هست. اینجا یک شمشیر هم زده نشده. صحابه فقط رفتن تجارت، برای داد و ستد، برای کسب و کار، ولی اخلاق صحابه را دیدند، صداقتشون را، ایمانشون را، درستکاریشان را، اعمالشان را، اخلاقشون را. گفتند که اینا بر هر مسلکی هستن، همون مسلک حق است. اینها بر هر آیینی هستن، اون آیین درستی است. لذا عزیزان ببینید ایمان در تمام دنیا منتشر شد به سبب و به برکت عملکرد مؤمنین، به برکت عملکرد اهل ایمان. امروز اگر کفار از ما متأثر نمی شوند، از اسلام متأثر نمی شوند، چون که ما مشکل داریم. اسلام مشکل ندارد، قرآن مشکل ندارد، من مسلمان مشکل دارم. لذا این جلسه را که به خاطر قرآن گرفتیم، بیاییم با خدایمون عهد کنیم و از خدا بخواهیم که به ما توفیق بده ما قرآن را در زندگی خودمون پیاده بکنیم. ما دستورات گوهربار رسول الله را، ارشادات زرین و ارزشمند آن حضرت را در زندگی خودمون پیاده بکنیم. جوان مسلمان از ایمان را از ظاهر ببر در باطن، در درون ببر، در قلب جای بده. وقتی که در قلب جای بگیرد، زبان تابع قلب است، گوش تابع قلب است، چشم تابع قلب است، دست و پا تابع قلب هستند. وقتی که در قلب تو محبت خدا باشد، چشم خلاف دستور خدا عمل نمی کند. در قلب تو ایمان به خدا باشد، گوش موسیقی گوش نمی کند، اون وقت قرآن خدا را گوش می کند. وقتی که در قلب تو ایمان باشد، زبان خلاف ایمان نمی کند، نه دروغ میگه، نه دلی را میشکند، نه بهتان میزنه، نه غیبت میکند، نه خلاف میگوید، چون که همه تابع قلب هستند. پس بیاییم ما ایمان را بجای اینکه به ظاهر ما ایمان است، ایمان را به درون ببریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این آمدند که ما را بسازند، ما را اصلاح بکنند. الله عزوجل به همه من و شما توفیق بده. این جلسات را که ما میگیریم، این جلسات گرچه به مناسبت اعطای جوایز است، ولی به نوعی جلسات اصلاحی است. ما سعی بکنیم در هر جلسه‌ای که میشینیم، بعد از اون جلسه یک تغییری در وجود ما بیاد، یک انقلابی بیاد، یک فرقی با گذشته بیاد. اگر آمد این تغییر، بدانید که این جلسه قبول شده و جلسه اثر خودش را کرده. نماز ما مثلا با حضور قلب بیشتر بشه، با خشوع بیشتر بشه، پایبندی ما بیشتر بشه، ترک گناه، بیشتر از گناه فرار بکنیم، سعی بکنیم که از گناهان فاصله بگیریم. عزیزان یکی از بزرگترین آفت‌هایی که امروز، الان یک موضوع دیگه هست که من در این رابطه نمیخوام صحبت بکنم، من خلاصه یک جمله میگم. تمام مشکلات ما، مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، مشکلات ناامنی، تمام پریشانی های خانوادگی، همه به خاطر گناه است. به خاطر اینکه جامعه تمام آلوده گناه است. خاص و عام داره گناه میکنه، کوچیک و بزرگ داره گناه میکنه. لذا ما از این جلسات حداقل این تعهد را با خدایمون بکنیم و از خدا بخواهیم که خدایا به ما توفیق بده
چند روز دیگه که من زنده هستم دیگه تو را ناراض نکنم، دیگه گناه نکنم، دیگه معصیت نکنم. انشاءالله من اراده دارم، همه شما اراده دارید که دست از گناه، دست از معاصی، دست از خلاف برداریم. نه زبان ما، نه چشم ما، نه گوش ما، نه قلب ما، نه دست و پای ما، نه معاملات ما، نه بقیه کارهای ما آلوده نباشد. الله عزوجل همه من و شما را اهل توفیق بگرداند و الله تعالی این جلسه را به بارگاه خودش قبول بفرماید. عزیزانی که اینجا زحمت میکشند، تمام کسانی که حمایت میکنند، حمایت فکری، حمایت مالی، حمایت جانی، الله در مال و جان و همه برکت عنایت بفرماید. اونهایی که اینجا بودند و زحمت کشیدند و امروز نیستند، الله عزوجل روح اونها را شاد بگرداند، درجاتشون را در جنت و در بهشت بلند بگرداند و الله عزوجل این عزیزان را، این طلاب را، این پسران و دختران ما را همه را تک تک را خادم دین بگرداند، خادم اسلام بگرداند و الله تعالی مسئول بزرگوار اینجا جناب مولانا حبیب الله را جزای خیر بده، در اخلاصشون، در توفیقاتشون، در عمرشون، در علمشون برکت عنایت بفرماید. اقول قولی هذا و استغفر الله و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. مختصر بلنده